ببخشید من خواستم این دولت اسلامی ها کافر است یا مسلمان هست؟ بله. لطفاً یه توضیحی بدید، یه توضیح کاملی بدید. متوجه نشدم، یک بار دیگه. ببخشید گفتم این آیا این دولت اسلامی جناب شاعر آیا کافر است یا مسلمان؟ یه توضیح کاملی بدید. باش، چشم. داریم وارد صحبت. خدا نگهدار. اینا مسلمان هستن، کسی نمیتونه بگه که اینا کافر هستن. منتها ببینید اعمالشون در بعضی از مناطق به اعمال خوارج میمانه و کشتن مردم بیگناه و درگیر شدن با کسانی که اصلا با کفار درگیر هستن. مثلا شما در سوریه ببینید همینا با گروه ها و با احزابی که با بشار اسد، با حزب الله، با ایران درگیر هستن در اونجا، اینا میان با اونا درگیر میشن. حالا حجت‌های خاص خودشونو دارن، دلایل خاص خودشونو دارن. موضوع برنامه ما این نیست، ما مفصل در بعضی از برنامه‌ها در این مورد صحبت کردیم. منتها یک نکته رو بگم، اینا ادعا میکنن که ما مثلا همین ابوطلحه برادرمون در هفته گذشته که ما با روافض میجنگیم و فلان میکنیم. اینا در سوریه و عراق چقدر مسلمان کشتن به نامی که اینا مرتد شدن، چون در نزد اینها کسانی که قبول نکنن خلافت اینها رو مرتد هستن. شاید تعجب بکنید، حتی من، همه دوستان ما، همه اینا رو مرتد میدونن، کسی که با اینا بیعت نکنه. و ادعا میکنن که اینا بر علیه روافض میجنگن. اگر واقعا در این حرفشون صادق هستن، از وقتی که داعش تأسیس شده تا الان چرا یک بمبگذاری در ایران نکردن؟ ما طرفدار بمبگذاری و نمیدونم کشتن و بستن و انفجار دادن نیستیم. منتها اینا در عربستان رفتن مساجد شیعه رو منفجر کردن، در کویت این کارو کردن، در بحرین این کارو کردن، در کشورهایی که خیلی یعنی سیستم امنیتیشون خیلی شدید هست اینا تونستن که در اونجا وارد بشن این کارا رو انجام بدن. هر مسلمان یک سوال براش در ذهنش باید ایجاد بشه که چرا اینا در ایران هیچ کار نمیکنن؟ یک روز دیدی یک آخوند کثیف رو اینا کشته باشن؟ یک روز دیدی که حوزه علمی رو منفجر کرده باشن؟ چرا این کارو نمیکنن؟ این یک سواله، سوالی که من به عنوان یک مسلمان حق دارم این سوالو بپرسم از اینا. شما که این همه داد میزنید که آی ما ضد روافض هستیم، ضد شیعه هستیم، فلان هستیم، این هستیم، اون هستیم، این همه مردم بیگناه رو در عراق، در سوریه، در اینجا کشتید، چرا با نظام ایران درگیر نمیشید؟ رأس فتنه که اینا هستن. این نظام سقوط بکنه همه منافقینی که در کشورها از تاجیکستان گرفته تا افغانستان و پاکستان و لبنان و سوریه همه سقوط میکنن. این غده سرطانی کثیف مقرش در حوزه‌های علمیه قم و مشهد و تهران و اینجاست. مقرش در بیت رهبری است. حاصل غده سرطانی این نظام کثیفی است که امروز به وجود آمده در بین امت اسلامی و هر جایی که ببینید فتنه و آشوبی در بین مسلمان ها باشه، رد پایی از نظام آخوندی ولایت صفیح وجود داره در اونجا. چرا با اینا درگیر نمیشن؟ آیا این به معنی نیست که یک نوع هماهنگی بین اینا وجود داره؟ و در هر جایی که رفتن بر علیه شیعیان اینا کاری انجام دادن، در عراق، در سوریه، در هر جا، در افغانستان، فقط به خاطر این بوده که همدردی مردم رو، رسانه ها رو، اون کشور رو برانگیزن با شیعیان. همینه که مثلا رفتن در کدوم دین گفته که آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه و تابعین و علمای بزرگ اسلام گفتن که شما برید اطفال بیگناه رو بکشید که در افغانستان کشتن؟ ما کاری نداریم شیعه بودن، سنی بودن، هر چی بودن. بیگناه بیگناست، شیعه باشه یا سنی، یهودی باشه یا نصرانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر موقعی که لشکر میفرستادن برای جهاد میگفتن پیرزنها رو نکشید، پیرمردها رو نکشید، درختها رو قطع نکنید. حتی به حیوانات سفارش میکردن. در یکی از جنگ ها اسامه بن زید بود فکر کنم، شمشیر رو بلند کرد میخواست یکی از کفار رو بزنه و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اسامه هم زد، گردنش رو قطع کرد. خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید.
انقدر توبیخ کردن اسامه رو تا حدی که اسامه گفت که ای کاش، آرزو کردم که ای کاش تا اون روز اسلام نیاورده بودم. یعنی چی؟ یعنی تا اون روز مسلمان نشده بودن و این واقعه برام رخ نداده بود و بعد از اون اسلام میآوردم. از بس که رسول الله صلی الله علیه و سلم تکرار کردن. آیا اونو کشتی بعد از اینکه شهادت داد به لا اله الا الله محمد رسول الله؟ چطور شما میید امروز یک کسی که شهادت میده به وحدانیت الله سبحانه و تعالی و به رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به طور خودسرانه در هر جا میکشید؟ تا اون وقتی که نه شما و نه اون خلیفه نام نهادتون نمیدونم در کدوم گوشه دنیا بودید، همین طالبا بودن که بر علیه آمریکا جهاد کردن. من کار ندارم با اینکه منهجشون روششون چی هست چی نیست، همینایی بودن که شما داد میزنید که های آمریکایی کفار، های صلیبی ها امینا بودن که با کفار درگیر بودن. 17-18 نفرشون چطور کشتید؟ آیا قرآن اینطوری گفته بود که برادر مسلمان تو بکشی؟ همینایی که امروز از غرب اومدن ریش گذاشتن، عمامه به سرشون زدن، جند خلافت شدن، تا دیروز در دیسکوهای پاریس و لندن میرقصیدید، طالبا داشتن بر علیه آمریکا جهاد میکردن. امروز اومدید اونا رو کشتید به خاطر اینکه بیعت نکردن با خلیفه شما. اصلا خلیفه شما کیه؟ چرا باید همه مسلمان ها مجبور باشن که با یک انسان مجهول الهویه بیعت بکنن؟ اگر واقعا صادق هستید در آن چیزی که میگید، با کفار بجنگید نه با مسلمان ها. در هر جا شما با مسلمان ها درگیرید، در سوریه با مسلمان ها درگیرید، در عراق با مسلمان ها درگیرید، داد میزنید که ما با شیعه درگیریم. میاد یک منطقه رو 4 تا شیعه رو میکشن، بعد عقب نشینی میکنن، بعد این 8 شعبی میاد، هر چه زن مسلمان سنی است بهش تجاوز میشه، مساجدشون خراب میشه، مدرسه‌هاشون رو تخریب میکنن، علماشون رو میکشن. شما در حقیقت دارید به شیعه کمک میکنید در عراق. داعش امروز هر کاری که کرده در عراق کمک به دولت ایران و کمک به شیعیان بوده. و غیر از ضربه زدن به اسلام و به مسلمان ها شما کار دیگری نداشتید. اگر واقعا راست میگید برید، اگر واقعا راست میگید برید این مراجعی که رأس فتنه در عالم هستن اینا رو بکشید. اگر شما واقعا راست میگید، به جای اینکه بیاید 4 تا زن و کودک بیگناه رو بکشید.